خشاب خالی نام فیلمیه که این بار برای معرفی در نظر گرفتیم و فیلمی که وضعیت عظما در این روزهای زاگاریس رو به خوبی به تصویر کشیده. در سکانس اول با مراسم نشت‌کشی یکی از سرتشتک‌های نیروی انتظامی مواجه میشیم که مورد حمله نرم افزاری دشمنان قرار گرفته و کتلت شده. عظما بحران کم داره. کارگردان این فیلم آبگوشتی یه بحران دیگه هم براش جور میکنه تا حالش جا بیاد. سروان شیرزادی مأمور ویژه ما که در بزرگترین باند ترانزیت مدرن مواد مخدر رخنه کرده بوده به شهادت رسیده و عملیات دچار بحران شده. اونچه که از شواهد برمیاد سروان شیرزادی قبل از شهادتش شکنجه شده. شاید اطلاعاتی که به دست آورده بود اعتراف کرده باشه. با این حساب ما باید هر چه سریعتر از این بحران بیرون بیاییم. در ادامه میفهمیم که بیرون اومدن از بحران به این سادگی هم نیست و طبق معمول جک و جونورای عظما از دشمنای نظام عقب‌ترن. مشکل اساسی ما در حال حاضر اینه که یک حرکت از حریف عقب‌تریم. نمیدونیم اونا از ما چی میدونن و حدس این که حرکت بعدی چیه هم دشواره. عظما که تو نظامش نفوذ پارتی را افتاده و آبکش شده تصمیم میگیره پاتک بزنه و اونم تو دشمنا نفوذ کنه. چه شود؟ و اما این پرونده از این نظر برای ما اهمیت داره که دولت پاکستان دست گروه‌های افغان و اپوزیسیون‌های ایرانی خارج از کشور رو در کار میدونه و دولت ترکیه هم دست جدایی طلب‌های جنوب ترکیه و شمال عراق و باز هم اپوزیسیون‌های ایرانی خارج از کشور رو در کار میدونه. با این حساب برای صیانت از حیثیت ملی تنها یک راه میمونه: نفوذ مجدد به باند و ادامه عملیات تا نابودی کامل باند قاچاق. حالا تنها سوالی که میمونه اینه که اون نفوذی بدبختی که قراره از طرف نظام تو دشمنا نفوذ کنه کیه؟ اینجاست که کارگردان اون طرف فمینیست ورود میاد و یه نجم RPG رو به عنوان نفوذی تعیین میکنه. شما پیشانی نیرو هستید و ما بهتون اعتماد داریم. من آمادم قربان. خوبه دخترم، دعای خیر ما بدرقه راهت. فقط فراموش نکن که داری وارد قفس شیر میشی، اونم با خشاب خالی. حالا تنها کاری که میمونه اینه که اون نفوذی بدبخت رو با خشاب خالی چطوری میخوان تو دشمنا نفوذ بدن. کارگردان با این سکانس نفس رو در کف پای شما حبس خواهد کرد. اگه فکر کردید که سناریست شلمغز و بازیگر شلدست و تمام عوامل شلزرد این فیلم افسر نفوذی رو کشتن، سخت در اشتباهی. این یک شگرد هیچکاکی بود برای اینکه قلب بیننده در جیب شلوارش بیفته. جالب این که در صحنه بعد میفهمیم که طرف به دستش شلیک کرد و نفوذی رو فرستاد تا نفوذ کنه. نمیخوره. چرا نمیخوره؟ 10 تا مثل من تو رو میخره. رد بدل کردیم. بله، با همین بازی مصنوعی دشمنان نظام خام میشن و به مأمور نفوذی اعتماد میکنن. البته اینجا خودشون هم فهمیدن که این فیلم آبگوشتی خیلی داره حوصله سربر میشه. به خاطر همین کارگردان با یک سکانس اکشن خفن هم حال بیننده رو جا میاره، هم نفوذی رو با دشمنای نظام فراری میده. افسر نفوذی به محض اینکه نفوذ میکنه میره سراغ اسناد دشمن. دشمن هم تخ میخوابن تا نفوذی نفوذشو بکنه. اینطوری که نمیشه بابا، یه کامپیوتری چیزی. آها ایناها
دشمنا یه کامپیوتر رو روشن گذاشتن تا نفوذی بره با خیال راحت تمام اطلاعات دشمن رو بدزده. بینندگان عزیز، تو رو خدا تلویزیون رو خاموش نکنید. این فیلم اینقدر هم دوغکی نیست. بیا اینم یه صحنه دلهره‌آور دیگه. شب بخیر. کجا؟ خواستم یکم قدم بزنم، حالم زیاد خوش نبود. نزدیک 2 صبح. برای قدم زدن یکم دیر نیست؟ ببخشید حواسم به ساعت نبود. من میرم اتاقم، با اجازه. اگه فکر میکنید دشمنای نظام نفوذی رو میگیرن و دخلش رو میارن، سخت در اشتباهی. حالا نوبت افسر نفوذیه که انتقام سخت بگیره و وعده ناصادقش رو عملی کنه. شب بخیر. من دستاتو بذار رو سرت. گفتم دستاتو بذار رو سرت. برو سمت دیوار. نه خوش آمد. کارتو خوب بلدی. از جا تکون نخور. گفتم از جا تکون نخور. اون سرتشتکه گفته بود خشابت خالی ها. این نجم آرپیجی گوش نکرد. اما خشاب خالی مهم نیست، معنویات عظما مهمه. مأمور نفوذی میتونه فرار کنه. چطوری؟ مثل پلو تو دوری، همون طوری که تو سناریو نوشته. چرا دیگه تماس نگرفتی؟ نگران چرا بودی؟ شناسایی شدم فرار کردم. الان نمیدونم کجا. ستاد میلاد. موبایل منو سریع ردیابی کنید. محل دقیق تماس تو شیراز. سیال اقدام میشه. ادامه بده سروان. خط داره ردیابی میشه. زنگ زدم بگم مسیر رو که توی ایمیل براتون نوشتم اشتباه بوده. کامپیوتر از طرف اوکراین به روسیه، به سیبری و بعد به آلاسکا و امریکا منتقل میشن. بعدم فردا صبح. الو چی شد سروان؟ چرا ساکت شدی؟ یعنی منظورت اینه که در مورد مسیر ترانزیت مواد مخدر اشتباه کرده بودی؟ مطمئنی؟ نه قربان. آقا فیلم داره خیلی جدی میشه، وقتشه که یه ذره بخندید. این شما و یه سکانس خنده‌دار تا یه شکم سیر بخندید. در پایان کارگردان با ادای احترام به ابرام 6 کلاسه یه هلیکوپتر میفرسته تا نجم آرپیجی رو هلیکوپتری کنه. ببخشید، یعنی نجات بده. بزنش دیگه بیورزه. به این ترتیب آخرین تیر دشمنم به سنگ میخوره و این فیلم کشکی به پایان میرسه. عظما هم با خشاب خالی و عمق استراتژیک اوراق شده و یه مشت سگ سوزن خورده واسه خودش جشن میگیره. رفتیم پایین ماست بود، اومدیم بالا دوغ بود. قصه اینا همش دروغ.